در نخست سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن غیر نظامی در کنر. امارت اسلامی حملات پاکستان را جنایت جنگی خواند. موږ د پاکستان پوځي رژیم دغه بریدونه چې عام خلک علمي او تحصیلي بنسټونه پکې هدف ګرځول شوي په تر ټولو کلکو ټکو غندو او نه بخښل کېدونکی جنگي جنایت وحشت او پارونکی عمل یې بولو. دیدار وزیر خارجه امارت اسلامی با نماینده ویژه روسیه. موضوعات سیاسی و اقتصادی محور این گفتگوها بوده است. و قدردانی عراقچی از حمایت پوتین در جنگ با امریکا. امریکا کنترل ایران بر تنگه هرمز را غیر قابل قبول دانست. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 8 ثور 1405 هجری خورشیدی که مصادف است با 28 آپریل 2026 میلادی. و شروع خبرها. امارت اسلامی حملات پاکستان بر بخش‌های از ولایت کنر را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی خوانده است. بر اساس آمارهای اولیه در این حملات که بر مرکز ولایت کنر و ولسوالی منور صورت گرفته، دست کم 81 غیر نظامی زخمی و 7 تن جان باختند. نسترن امیری گزارش می‌دهد. نقض توافق ارومچی، حملات هاوان و راکتی پاکستان بر اسدآباد مرکز ولایت کنر. پاکستان با روی آوردن دوباره به گزینه نظامی علیه افغانستان توافقات انجام شده در گفتگوهای صلح ارومچی را نقض کرده و مرکز ولایت کنر و بخش‌های از ولسوالی این ولایت را هدف حملات هاوان و راکت قرار داده است. بر بنیاد آمار رئیس شفاخانه ولایت کنر، در نتیجه این حملات دست کم 81 تن از غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان زخمی و 7 تن دیگر جان باخته است. ولایتي روغتون ته تقریبا 9 قربانیان راوړل شوي دي چې له دې جملې څخه 7 تنه شهیدان دي. د شهیدانو له ډلې څخه 2 کوچنیان او نور غټان دي. زمونږ په روغتون کې 11 ناروغان بستر شوي وو د دغې واقعې څخه چې 2 یې د خراب وضعیت له کبله ننګرهار او زوی روغتون ته ریفر شوي دي او باقي پاتې زمونږ سره بستر وو چې وضعیت یې اوس ښه دی. پاکستان ظالم رژیم له لوري پاکستاني مرمۍ پرون راغللې او په دغه ځای باندې ولګېدې چې تاسې هم شهیدان هسې ګورئ. نو زما پکې خپل بچیان هم پکې زخمیان شولو او پلار مې زخمی دی او بیرمن مې زخمیان دي. همزمان امارت اسلامی حملات پاکستان را که در آن غیر نظامیان و مراکز علمی هدف قرار گرفتند به شدت محکوم کرده و آن را جنایت جنگی، عمل وحشیانه و تحریک‌آمیز خوانده است. موږ د پاکستان پوځي رژیم دغه بریدونه چې عام خلک علمي او تحصیلي بنسټونه پکې هدف ګرځول شوي په تر ټولو کلکو ټکو غندو او نه بخښل کېدونکی جنگي جنایت وحشت او پارونکی عمل یې بولو. این حملات با واکنش‌های نیز به همراه بود. وزارت تحصیلات عالی حمله به دانشگاه سید جمال الدین افغان را محکوم کرده و آن را بی‌رحمانه و خلاف اصول اسلامی و بین المللی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در برابر این حملات سکوت نکند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور نیز این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را تهدید برای غیر نظامیان و آموزش افغانستان دانسته و خواستار بررسی جدی سازمان ملل شده است. همچنین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته است که تداوم این حملات پاکستان می تواند ادعای نقش صلح طلبان این کشور را زیر پرسش ببرد. امارت اسلامی افغانستان که بر حاکمیت ملی، دفاع از خاک مردم و حل مسائل از طریق گفتگو عزتمندانه تاکید دارد، باید نخستین نقض را به شدت محکوم بکند و از طریق دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه و اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی سند و شواهد حملات را ارائه بکنند تا فشار جهانی بر پاکستان وارد شود و همزمان نیروی امنیتی امارت باید آمادگی دفاعی کامل داشته باشد، قسمی که ثابت هم کرده و هر گونه تجاوز را پاسخ متناسب و حسابدهش بدهد.
پیشتر چین به عنوان میانجی اعلام کرده بود که افغانستان و پاکستان در گفتگوهای صلح در شهر ارومچی بر بررسی راه حل جامع برای کاهش تنش‌ها توافق کردند. پس از این مذاکرات درگیری‌ها تا حد کاهش یافت، اما اخیراً پاکستان به نقض آتش‌بس و حملات بر افغانستان ادامه داده است. حال باید دید که پس از حملات تازه پاکستان بر افغانستان درگیری‌ها میان دو طرف بار دیگر تشدید خواهد شد یا تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند مانع گسترش بحران و بازگشت به تنش‌های گسترده شود. وزارت خارجه امارات اسلامی اعلام کرده که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با وزیر خارجه امارات اسلامی دیدار و گفتگو کرده و محور این نشست موضوعات سیاسی و اقتصادی بوده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی سفر نماینده ویژه این کشور به کابل را گام مهم برای تقویت تعامل دوجانبه می‌دانند. اناهیتا اندر گزارش می‌دهد. وزارت خارجه امارات اسلامی اعلام کرده است که زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای افغانستان امروز با وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. به گفته وزارت خارجه محور اصلی این نشست موضوعات سیاسی و اقتصادی بوده است. پیشتر رسانه‌های روسی گزارش داده بودند که در این دیدار گسترش همکاری‌های دوجانبه و تقویت تعاملات منطقه‌ای با مشارکت امارات اسلامی مورد بحث قرار خواهد گرفت. گسترش روابط جزوه سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک مخصوصا ارائه خدمات بشردوستانه و جلب مواطنین روسیه برای مردم افغانستان بتواند در برهه تاریخی زمان فعلی بسیار مفید باشد و امیدوار است که این روابط گسترش پیدا کرده در قسم طرف چالش‌ها و تنش‌های منطقوی از روسیه کار گرفته شده تا بتواند صلح و ثبات دائمی در منطقه برگردد. در همین حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که روسیه روابط خوب با افغانستان دارد و سفر نماینده ویژه این کشور به کابل را گام مهمی برای تقویت تعامل دوجانبه میدانند. روسیه یو زبرځواک هیواد دی، زموږ په گاوان کې واقع دی، یعنی د هغه هیواد دی چې په منځنۍ اسیا هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري او په داسې یو مرحله کې په داسې حساس وخت کې که چېرته د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف افغانستان ته راځي، کابل ته راځي، د چارواکو سره خبرې کوي، د همغه رسمیت پیژندنې په تړاو باندې یو ډول لا هم د موضوع ته قوت ورکوي. این نیازمند موضوعات ترانزیت و تجارت و مسائل اقتصادی که فعلا افغانستان داره و همچنان از لحاظ سیاسی، یعنی به خاطر از اینکه در یک انزوای مطلق قرار میگیره، یعنی ناگزیر هستند که با کشورهای منطقه خاصتا روسیه در تعامل باشند. گفتنی است که پس از بازگشت دوباره امارات اسلامی به قدرت، روابط کابل و مسکو در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک گسترش یافته است. روسیه نیز نخستین کشور بود که امارات اسلامی را به رسمیت شناخته است. امروز 8 سحر برابر با 34مین سالروز پیروزی مجاهدین در کشور است. مجاهدین افغانستان 34 سال پیش از امروز در کشور به قدرت رسیدند. در 8 سحر سال 1371 مجاهدین وارد کابل شدند و آخرین حکومت نظام کمونیستی طرفدار شوروی پیشین به رهبری دکتر نجیب الله را شکست دادند. 8 سحر برای بسیاری ها به عنوان نماد پیروزی جهاد و پایان یک نظام ایدئولوژیک وابسته به اتحاد جماهیر شوروی شناخته می شود. امارت اسلامی نیز روز گذشته در یک اعلامیه از 8 سحر به عنوان روز پر افتخار و کامیابی در افغانستان یاد کرد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حمایت مسکو قدردانی کرده و بر تداوم روابط راهبردی میان تهران و مسکو تاکید کرد. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت که ایران تلاش دارد کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد و این اقدام برای واشنگتن قابل قبول نیست. عبدالله بصیر. اوضاع در خاورمیانه همچنان ملتهب است. نمیتوان گفت که صلح برقرار شده و نه جنگ تمام عیار. ایران تنگه هرمز را بسته و آمریکا محاصره دریایی خود را ادامه داده است. در بحبوحه این تنش‌ها سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با پوتین بر تداوم روابط راهبردی تهران و مسکو تاکید کرد. در شرایطی که منطقه در حال گذار از تحولات عمده و تعیین کننده هست، خوشبختانه تعامل ما با روسیه در عالی‌ترین سطح ادامه دارد. ما از حمایت دوستان روس خود در طول این جنگ تشکر می‌کنیم و اراده جمهوری اسلامی ایران را برای ادامه روابط راهبردی و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید اعلام می‌کنیم. در مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های تهران میگوید که ایران به دنبال تعیین شرایط استفاده از تنگه هرمز است و این برای آمریکا قابل تحمل نیست.
ایران با پیشنهاد جدید خود می‌خواهد شرایط استفاده از تنگی هرمز را تعیین کند و از کشتی‌ها پول بگیرد. ایالات متحده نمی‌تواند تحمل کند که ایران سیستم استفاده از آبراه‌های بین‌المللی را به دلخواه خود عادی سازی کند. در سوی دیگر امیر سعید اروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت با انتقاد از نظام سازی کشتیرانی بین المللی از سوی امریکا گفت که محاصره ایران و توقیف کشتی‌هایش نقض قوانین بین المللی است. امریکا با اعمال محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی کشتی‌های تجاری ایرانی به اعمال خلاف بین‌المللی خود ادامه داده است. این اقدامات خطرناک و تجدید کننده حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. منشور سازمان ملل را زیر پا می‌گذارند، جرم دزدی دریایی را تشکیل می‌دهند و به عنوان اعمال تجاوزکارانه تعریف می‌شوند. سفیران روسیه و چین نیز در نشست شورای امنیت از حق ایران درباره تنگه هرمز دفاع کردند و حملات واشنگتن و تل‌آویو را عامل بسته شدن این مسیر خواندند. همچنین نخست وزیر آلمان میگوید که رهبران ایران در حال تحقیر امریکا هستند. او همچنین گفت که امریکا استراتژی منسجمی برای خروج از جنگ با ایران ندارد. ایرانی ها به طور آشکار در مذاکره کردن یا بهتر است بگوییم در مذاکره نکردن بسیار ماهر هستند. آنها میگذارند امریکایی ها به اسلام آباد سفر کنند و سپس بدون هیچ نتیجه آنجا را ترک کنند. تمام یک ملت از سوی رهبری ایران به ویژه سپاه پاسداران تحقیر می شود. بنابراین امیدوارم که این وضعیت هرچی سریعتر پایان یابد. پس از پایان آتشبس 2 هفته‌ای، امریکا به صورت یکجانبه آتشبس را تمدید کرد و رایزنی‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که آیا این رایزنی‌ها منجر به نتیجه خواهد شد یا بار دیگر به بنبست خواهد رسید. رسیدیم به آخرین بسته خبری از میز خبر آفاق. وقت بر شما خوش.